به نظر شما این لیوان چند گرمه؟ 50 گرم؟ 100 گرم؟ حالا این لیوان اگه من چند لحظه بخوام تو دستم نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ هیچ. اگه بخوام این لیوان رو 1 ساعت تو دستم نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ عضلات دستم فشار میاد و دستم درد میگیره. اگه بخوام 24 ساعت تو دستم نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ عضلات دستم بی‌حس میشه و ممکنه دستم فلج بشه و کارم به بیمارستان بکشه. خب حالا به نظر شما من باید چیکار کنم؟ آفرین، باید لیوان رو بذارم زمین. این دقیقاً حکایت افکار منفی درون ذهن ما و کینه ها و حسادت های درون قلب ما هست. اگه ما این افکار منفی و این کینه ها رو درون قلب و ذهنمون نگه داریم، مثل همین دستی میشه که مریض میشه و ذهن و قلبمون مریض خواهد شد. الان که اول ساله و شبهای قدر رو در پیش داریم، چه خوبه که همین الان با خودمون تصمیم بگیریم تمام افکار منفی رو از درون ذهنمون بیرون بریزیم و قلبمون رو از کینه و حسادت خالی کنیم. این دفعه باید ما از بچه هامون یاد بگیریم. با همدیگه قهر میکنن، دعوا میکنن، اما هیچ کینه و حسادتی از کسی به دل نمیگیرن. اهل بیتی باشید، نوازنده یا علی مدد.